اوایل سالهای 60 عصر گذشته جای یک دهه در شفت بزرگترین نیروگاه برقی شهر نورک ارزی هستی کرد. یک سال که من در این نظر نگیره بود که در آن همه 10-15 کیبیتکه‌های تختگین و گیلین هم خیلی ساخته به استفاده داده. آثار شوروی اینجا حفظ شدند. پیکره لنین رو حالا هم اینجا میبینید. فکر میکنین که اگر حزب کمونیست اینا میشه جامعه خیلی نمیشه؟ نه. چرا؟ اگر میشه زوگانم. این مرد کمونیست است و میگوید تا پاشخوری شوروی اینجا تا 40 ملت میزیستند. من خودم پژرانی کنم. حزب ما دیگه بود. بیشتری مردها در نیروگاه برقی کار میکردند و در شهر تلاش ها میجوشید. در مراسم ها لیوای ظفر میافروختند. چیزی ما دیگه خیلی بوده. باش دیگه خیلی بود. حالا چون به نورک مینگری به قول ساکنان آثار آن جوش و خروش رو کمتر میبینی. کسی یگانه دستی مردم رو باید بگیرد. وقتی به وضع مردم نمیرسند نمیفهمند دیگر چی هم میگفتم. مهرافروز 10 سال است دکانی دارو فروشی دارد و دیگر شدن اوضاع شهرش او را نگران کرده است. افسرده حالان بیشترند. 90% ساکنان را فکر دریافت پول و پرداخت وام ها به این حالت آورده است. جای قتل 4 سیاح در سیبستان دنغره 40 کیلومتر دورتر از نورک. 29 ایول این حمله صورت گرفت و مقامات گفتند این حمله را 2 برادر از شهر نورک همراه 3 نفر دیگر محض در همین شهر طرحریزی کردند. در اینجا نواری سوگندشان را ثبت و به گفته مقامات مشورت برای حمله به جهانگردان را کردند. ساکنان میگویند حمله به سیاحان به زندگیشان تأثیر کرد. دائم زیر نظر مقامات انتظامی هستند. نامی نورک باد کردگیم ای رویم دوتا دیگر هم اسیا شدگیم. والدین میگویند تشویش و نگرانی هایشان زیاد شده است و از لغزش های فرزندان هراس دارند. اساس تربیت فرزند کیم فرزند رو در راه درست تربیت کنیم. نورک از نظر تاثیر گروه های تندرو نقطه داغ تاجیکستان است. 2 واعظ مشهور داعش انوشیروان عظیموف و تاج‌الدین نظروف که صدها جوان تاجیک را به سوریه و عراق بردند از شهر نورکند. از 30 سال گست نورک کردم. یا بار 2 بار رفتم مقصد یک بچه ما بگیرم همینجا. ما همین بردنی بودم گست نورک هم گست نورک دا کار کنم. خیلی که ما هم چون پدر ما گناهکار ما خمون حس میکنیم. روی که پسری ما یخ. 30 ساکن نورک به داعش پیوستند و قریب همین قدر زندانی شدند. این مادر میگوید بیشتری جوانها بیسوادند و هدف گروه های تندرو قرار میگیرند. نمیخونن اینو مثلا مکتبای چی نمیروند اینو فهمی. زینالدین واحدوف تاجر 23 ساله در بازار نورک دکان دارد. او میگوید تندگرایی جوانان نورک را مبالغه کردند. بعضی جوانان هست اکثر زیادش به کارهای خوب مشغولند. به تجارت روسیه به هر کارا. مردهای شهر بیشتر مهاجر کاری هستند. در وطن کار نمی‌یابند به روسیه می‌روند. در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمان. فیروز کاظم‌زاده دانشگاه خوانده است. با پدرش در نیروگاه راغون کار میکند. روزهای استراحتی زیاده از 100 کیلومتر را طی کرده به نورک میآید. روزگار به زندگی میرسه ولی و مادرم در گست نورک کار میکنه. مادرم پول نقد میگیره. فیروز میگوید اکثر جوانان نورک انرژتیک های پشتی هستند. در نیروگاه برقی نورک نه همه کار می‌یابند. او فقط در 15 روز یک بار امکان می‌یابد به دیدار فرزندش برسد. در شهر اون بچه‌های نورک بسیارش کار میکنن. وظیفه دارن کارهای خوب میکنن. این گروه اختیاریانی هستند که در کوچه های شهر نوبت می‌پویند و با دیدن چهره های شبهناک به میلیسا خبر می‌دهند. فاجعه دنغره توجه را به این شهر بیشتر و به قول این ساکنان نامی یک زمان مشهوری آن را داغدار کرد. آنها میکوشند شهرشان چنین نباشد. دیگران بر اینند که وضع این شهر از دیگر مناطق تاجیکستان فرق نمی کند. با اعمال چند نفر نتوان درباره زیاده از 50,000 آن حکم کرد.